من هوداد دهقان هستم. میخوام بهتون اسکرچ رو یاد بدم. خب اسکرچ رو ما میتونیم از توی سایت خود اسکرچ دانلود کنیم. میزنیم اسکرچ میت ادو و سایتش رو باز میکنیم و اسکرچ رو دانلود میکنیم. بعدش هم یه صفحه اینطوری برامون باز میشه که ما میتونیم توش کد بنویسیم. یه عالمه هم کد داره. اول من میخوام کد موو بهتون یاد بدم. این کد موو باعث میشه که این راه بره. این اسپرایت کاراکتر ما باعث میشه که راه بره. ببینیم اینجا ما میتونیم اسپرایتمون رو اد بکنیم. مثلا اینجا میتونیم خودمون یه اسپرایت انتخاب کنیم. اینجا میتونیم خودمون بکشیم. اینجا هم انتخابیه، خودش انتخاب بکنه. سورپرایز. خب ما اینجاها یه چند تا جا داریم، یه چند تا نوشته داریم و که الان بهتون یاد میدم چیه. اینجا استیج، اینجا صفحه است، صفحه اصلی. ببین اینجا این صفحه سفید که دور این کاراکتر بازی ماست بهش میگن بکدراپ. ما اینجا میتونیم یه عالمه چیز بکشیم. اینجا هم خودش میتونیم از خودش انتخاب کنیم. یه عالمه داره. یا مثل همون کاراکترمون میتونیم انتخاب کنیم خودمون بکشیم. سورپرایز رو آپلود میتونیم بکنیم. یعنی آپلود منظورش اینه مثلا میتونیم یه عکس از توی کامپیوترمون انتخاب کنیم. خب حالا بریم سراغ این کد. موو 10 استپس. این اسم اسپرایت. این شو و هایده. ببین این هاید میشه، این شو میشه، این هاید، این شو. این دایرکشنشه که میگه به کدوم جهت باشه. اینجا مثلا معمولیش 90. خب اینجا ایکس پوزیشن و ایکس و ایگرگ. این ایگرگشه که بالا پایینه. ببینید من اینجا وقتی ایکس رو بیشتر میکنم میره جلو، ولی وقتی کمترش میکنم تو منفیه میره عقب. حالا وای، وقتی ایگرگ بیشتر میشه این میره بالا، وقتی کمتر میشه این میره پایین. حالا بعدش هم اینجا سایز اندازه کاراکترمون من میتونم بکنمش 10. ببینید خیلی ریزه. معمولیش هم 100. خب حالا بریم سراغ همین کد. بهتون یاد دادم این موو همون راه رفتنه. حالا بهتون میگم فرقش با ایکس چیه. ببینید مثلا من میخوام این راه بره دور صفحه، چیکار بکنم؟ میام یه فورور حلقه برای همیشه میذارم. برای همیشه این میره، ولی میبینیم که این وقتی به اینجا برخورد کنه دیگه بر نمیگرده. اینجا ما یه کدی داریم به نام if on edge bonds. وقتی اینو بذاریم میبینیم که یهو برمیگرده، ولی چرا کلش اونطوریه؟ انگار برعکس میشه. اینجا ببینیم این داره صاف عقب میشه، ولی برای اینکه راحت تر باشه، درست باشه، ما اینجا رو به صورت لفت رایت قرار میدیم. حالا ببینید اینجا الان داره میره و میاد. این قسمت برنامه‌مونه. این دکمه هم استاپه. این دکمه پرچم سبز. حالا پرچم سبز رو چجوری چیکار بکنید؟ تو قسمت ایونت که رنگ زرده یه دونه پرچم سبز هست. حالا باعث میشه وقتی ما پرچم سبز رو زدیم همیشه این کارو بکنیم. حالا بعدش هم اینجا قسمت توی بازیمونه. وقتی اینو میزنیم صفحه کوچیک میشه و بزرگ. وقتی اینو میزنیم فول اسکرین میشه. حالا ببینیم پرچم سبز رو میزنم، کاری که من بهش گفتم رو انجام میده. حالا من میخوام یک کار دیگم بکنه. سایزشو چند بار زیاد بکنه. حالا این ریپیته چیه؟ ریپیت مثلا بذارین یه چیزی بهتون نشون بدم. مثلا رنگش ببینید این 10 بار رنگشو با افکت عوض میکنه.
ببینید مثلا من اینجا بذارم 10 اینطوری میشه. ببینید سفر رو سایزشو مثلا یهویی نمیکنه، باعث میشه که مثلا یکم افکت داشته باشه، چون اینجا قسمت افکت لوکس یعنی نگاه کردن بهش و چجوری ببینیمش. خب اینجا هم ببینید وقتی یه ریپیت 10 بار میشه همه این دوتا کارو میکنه ولی سایزش انگار خیلی بزرگ میشه. بهتره بذاریم سایزشو ببره روی 100. حالا این سایزشو ببره روی 100 چیه؟ این کد باعث میشه که سایزش 100 بشه. ببینید الان سایزش 200 ولی وقتی اینو میزنیم 100 میشه، یهویی میشه. ولی اینجا ببینیم با افکت یعنی بزرگ میشه، افکت داره. حالا منم میخوام یه جوری کنم که همیشه هم راه بده هم اینطوری کنم. چیکار کنم؟ ببینیم این فقط سایزش بزرگتر میشه، یکم میره جلو. چیکار کنم؟ یه دونه دیگه پرچم سبز میذارم، یه دونه فورور. ببینیم اینطوری درست شد. خب این قسمت تموم شد. این کدای اولیه اسکرچ بود. پرچم سبز رو برای همیشه و ریپیت و موو ایف آن ایج بانس. خب بقیه این فیلمو میتونید توی یوتیوب ببینید و یاد بگیرید. خداحافظ.